کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان معاون سابق سروزیر این کشور و رئیس سابق کمیته صنعت و انرژتیکا و معدن‌های این جمهوری تویشنبک زلولیف را با اتهام کروپسیا دستگیر کرده است. در اطلاع مرکز مطبوعات کمیته امنیت ملی تنها حرفهای اول نفر دستگیر شده زلولیف نشر شده است، ولی سال 2017 آن کمیته ذکر شده را زلولیف رهبری میکرد. بنا به اطلاع کمیته امنیت ملی سال 2017 زلولیف از یک شهروند برای حل مسئله دادن اجازتنامه استخراج معدن از $150,000 پوره گرفته است، ولی نه مسئله را حل کرده است و نه پول آن نفر را برگردانده است. در اساس دلیل‌های در جریان تفتیشات جمع آورده شده، روز 15 مارس سال 2023 زلولیف در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی قرقیزستان محکم کرده شد. گفته می شود در خبر زلولیف در گذشته نیز تحت تعقیب جنایتی قرار گرفته بود. از جمله سال 2018 او را برای دادن خبر بر دروغ درباره عمل تروریستی به 3 سال شرطی زندان محکوم کردند. گفته می شد که زلولیف روز 24 نوامبر سال 2017 در روز ادای سوگند سورونبک ژنبکوف رئیس پرزیدنت قرقیزستان درباره خطر ترکش بمب خبر داده است. 7 دکبر سال 2018 زلولیف را در چارچوب پرونده جمع آوردن بایگاری‌های غیر قانونی بازداشت کردند. کارمندان امنیت ملی او را عیبدار کردند که از سال 2011 تا 2016 که زلولیف در منصب‌های دولتی کار میکرد $889,900 درآمد چندین برابر از معاشش بیشتر به دست آورده. این درآمد را در اعلامیه اندازش نشان نداده است. ادوکات زلولیف میگفت که این درآمد او قانونی بوده، از حساب تجارت‌های 4 واداری به دست آورده است. دادگاه نویه 1 مای شهر بیشکک 5 اکتبر سال 2020 زلولیف را با جرم به دست آوردن بایگاری‌های غیر قانونی به 7 سال زندان محکوم و مال و ملک او 5 خانه، 2 افیس، چند حولی، $104,000 و 3 میلیون سوم، ساعت‌های دستی و تلفن‌هایش را به فایده دولت مصادره کرد. ولی سال 2021 پرونده زلولیف به دلیل راه دادن به اشتباه مرافعوی برای بررسی دوباره به دادگاه نویه 1 مای برگردانیده شد و ماه ژانویه سال 2022 دادگاه قرار کرد که چاره پیشگیری نسبت به این منصبدار در گذشته بلند پویه را به حبس خانگی عوض کند. رشد کریر زلولیف در دوره پرزیدنتی المازبک اتنبایف به نقطه اوجش رسید. از سال 2011 تا 2018 در منصب‌های معاون کاتب شورای مدافع قرقیزستان، رهبر اگنسی گیالوگ و معدن‌های طبیعی، رئیس کمیته صنعت و انرژتیک و معدن‌ها، از ماه آگوست سال 2017 در مقام معاون سروزیر قرقیزستان در مسئله اقتصادی و از نوامبر سال 2018 در مقام رئیس فوند اداره اموال دولتی قرقیزستان کار کرده است.